سلام کوچولوهای نازنین، من آناهیتا هستم، قصه گوی شب‌های شما. امشب میخوام یه بخش تازه از قصه زال رو براتون بگم. آماده اید؟ یکی بود یکی نبود. زال، اون پسر سپید موی قصه‌مون، یه روز سوار اسبش شد و راه افتاد تا بره یه جای قشنگ به اسم کابل. وقتی رسید مردم خیلی تعجب کردن، چون زال موهاش مثل برف سفید بود ولی لبخندش خیلی مهربون بود. پادشاه کابل زال رو به قصر خودش دعوت کرد. تو اون قصر یه دختر خیلی مهربونی زندگی میکرد. اسمش رودابه بود. رودابه از دور نگاه کرد و گفت این مرد مهربون چقدر آرومه، کاش بدونم کیه. زال هم صدای رودابه رو شنید. خوشش اومد. رودابه یه نامه فرستاد برای زال و گفت خوش اومدی به شهر ما خیلی خوشحالیم مهمونی مثل تو داریم. زال هم با ادب و مهربونی جواب داد و اینطوری زال و رودابه دوستای خوبی برای هم شدن. با احترام، با حرفای خوب و دلهای روشن با هم دوست شدن. و اینطوری بود که زال توی شهر کابل یه دوست تازه پیدا کرد. یه دختر مؤدب و مهربون که همیشه با لبخند حرف میزد. قصه‌مون همینجا تموم شد. کوچولوهای قشنگم، تا یه قصه دیگه از قصه های شب با آناهیتا، دلتون شاد، لباتون خندون و قلباتون روشن باشه. شب بخیر کوچولوهای ناز. شب تو آسمون ماه هم خوابیده، لحافی از ابر رویش کشیده، از توی جنگل از اون پایینا صدایی میاد، صدایی تنها. ماه مهربون دستش میگیره یه چتر ابری تا پایین میره. لا 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 لای تق و تق و تا دار کوبه بخواب